شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله عليا كبيرا. عزیزان و مسلمانان، دوستان و یاران متدین، اگر به یاد داشته باشید در یکی از جمعه‌های قبل از عید سعید اضحی دو عنوان داشتیم که حق زن بر بالای مرد و حق مرد بالای زن از منظر اسلام عزیز. در اثر کمبود وقت یک بود قضیه را به پایان رساندیم که حقوق زنان بر مردان هست و حقوق مردان بر بالای زنان از دیدگاه قرآن و حدیث باقی مانده بود که در نتیجه عید فاصله آمد. میخواهم امان نقصان را جبران و تلافی کنم تا باشد حق زن و مرد با هم درست از منظر اسلام عزیز بیان گردد و مسلمانان متدین از قرآن و حدیث چیزی را بیاموزند و در ابعاد مختلف زندگی خانوادگیشان جامعه عمل بپوشانند. دوستان و یاران، در آغاز میخواهم یک آیه از آیات قرآن کریم را، یک فرمان لرزاننده جهان بشریت را که وحی صریحی قرآن به وسیله جبریل به رسول علیه السلام آمده است خدمت شما مسلمانان عرض کنم. بناهن عنوان می دهیم که حقوق مردان بر زنان از دیدگاه اسلام عزیز یا حقوق مردان بالای زنان از متن قرآن و حدیث نبی علیه السلام. سرانجام بحث را که ارتباط به حقوق زنان بالای مردان داده بودیم با این بحثی که حقوق مردان بالای زنان هست اردو را با هم میکس کرده یک جا گوش بگیریم و بعد از آن قضیه را و فیصله را به شما مسلمانان می سپارم. فیصله کنید که آیا زن و مرد حق مساوات دارند؟ تساوی در بین زنان و مردان است به شعار دشمنان اسلام عزیز یا تفاوت از متن قرآن ثابت است؟ قضاوت را باز به شما می سپارم. عن علی رضی الله تعالی عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الانصار بامرأة له فقالت يا رسول الله صلى الله عليك إن زوجها فلان ابن فلان الأنصاري وإنه ضربها فأثر في وجهها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ذلك
فانزل الله تعالى هذه الآية الرجال قوامون على النساء الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اردت امرا و اراد الله غیره. حضرت علی رضی الله تعالی عنه در یکی از سخنانشان که حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه مفسر شهیر عالم اسلام عزیز در ذیل این آیات صفحه 642 نقل از این حدیث دارد و امام رازی هم در تفسیر کبیرش این حدیث را به عبارات نقل کرده اند. حضرت علی شاه ولایت مآب رضی الله تعالی عنه و عن جمیع الصحابه اجمعین می فرماید یک مرد انصار با یک زنش خدمت رسول علیه السلام تشریف آور شدند. یعنی بدین معناست که این زن و شوهر عریضه می کنند خدمت رهبر ناجی بشریت، شخصیت عالی و مدبر آگاه بشریت را، نبی علیه السلام را نائب و نماینده خداوند جل شانه عنوان می دهند و می خواهند که در نظام خانوادگی این دو شخص و زن و مرد مسلمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مداخله کند و فیصله خانوادگی را طبق نظام شریعت انجام دهد. بعد از آن میگه آمد مرد انصاری به نبی علیه السلام بامرأة له، همراه زنش که او همراه از او بود، و بعدا فقالت یا رسول الله، زنک به درگاه رسول علیه السلام عرض کرد که ای رسول الله، من یک شوهر دارم فلان ابن فلان انصاری نام دارد و این شوهر زنی خود را زده است و تأثیر زدنش در روی مبارک آن زن و در صورتش نقش ضرب را کوفته است، یعنی نشانه زدن در رویشان معلوم می شود. یعنی حاصل از این قرار شد که با خدمت نبی علیه السلام این زنک عارضه عرض کرد که شوهرم من را زده است در صورتم و اونجا زخم و جراحت برداشته است در اثر کوفتن و زدن این شوهر. نبی علیه السلام فرمود که القصاص، باید انتقام گرفته شود، باید از این شوهری که تاسکی را بلند کرد بروی اون زنش ضربه زد، از آن انتقام مساویانه باید گرفته شود. ناگهان این فیصله عملی نشده بود، قانون الهی از این قرار بود. رسول علیه السلام کدام فیصله ای را که به اجتهاد پیغمبریش انجام میداد اگر به واقعیت در نزد خدا درست می بود آن را تایید می کرد می گذاشت، اگر نمی بود آن را عکسش را الله صادر می کرد و نازل می کرد. بناهن هنوز فیصله عملی نشده بود که آیه قرآن کریم نازل شد که الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء. این جمله را می خواهم که مسلمانانی که سواد دارن یاد بگیرن. الرجال قوامون علی النساء، مردان حکم روایان بر زنان اند. الرجال مردان، الرجال چی شد؟ قوامون، راست کنانن، ادب دهندگانن، حاکمانن، آمرانن، علی النساء، بر کی؟ انشاءالله یاد گرفته شد. الرجال قوامون علی النساء، مردان حاکمان، آمران، مؤدب، ادب دهندگان بر زنان هستند. خیر است که زده، ادب داده، قصدش زخم کردن نبود، خو ادب میخواست که بدهد. یعنی قرآن کریم فیصله صادر کرد و این مرد حاکم خوانده شد و زن از آن مرد انتقام نگرفت. چرا؟ به خاطر که مردان بر زنان حاکمانن و ادب دهندگانن. نبی علیه السلام بعد از نزول این آیت می فرماید
که انی اردت امرا و اراد الله غیره، من چیزی را اراده کردم و الله متعال خلاف خواست من اراده کرد که الرجال قوامون علی النساء. مردان حاکمان بر زنانند، مردان حاکمان بر زنانند. در یک از بخشهای خطبه های سیاسی و عبادی که من داشتم، اگر به یادتان باشد، یک حدیث را استدلال کردم، میخواهم آن را به قسم تذکیره بار دیگر نقل کنم. حدیث امام بخاری رحمت الله علیه، حدیث امام مسلم رحمت الله علیه، عبارات الفاظشان فرق دارد. در یک لفظش آمده هست لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة الحدیث او کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. هرگیز کامیاب نمی شوند، هرگیز رستگار نمی شوند، هرگیز سعادتمند و نیکبخت نمی شوند ملت، مردم، جامعه‌ای که در رأس امورشان زنان قرار می گیرد. مطلب گرفتین یا خیر؟ هرگیز کامیاب نمی شوند در نظامی که زنان حکم روایان بوده باشند و مردان مامورین رعیت اون بوده باشد. این جامعه و ملت راه کامیابی و سعادتشان در منطق انسان متصور نمی شود. این را در کدام مورد رسول علیه السلام فرمود؟ لحظه ای که قصه بلقیس را در زمان سلیمان پیغمبر علیه السلام یادآوری کرد که بلقیس ملکه و زمامدار امور بود در یمن، در اینجا که زمان قصه به پایان رسید، با اصحاب و یاران و شاگردان دست اولش ارشاد سعادت ساز و تضمین کننده تعالی انسانیت را تا به روز قیامت عنوان داد که لن یفلح قوم ولو امرهم یا امورهم امرأة. هرگیز در ادبیات عربی بدین معناست که هرگیز کامیاب نمی شود، رستگار نمی شود ملت و قومی که امورشان ده، نظامشان ده، ریاستشان ده به قشر زنانه می سپارند. آنانی که از من بیشتر عمر دارند، در باب تجربه پرسان می کنم، تجربه شما آیا نشان داده نداده امین چی که رسول علیه السلام گفت؟ بله، نشان داده، نشان داده که تقصیرات زنانه تا به کجاست. بدین معنا الرجال قوامون علی النساء، مردان حاکمان و حکم روایان بر زنان اند. ببینین دلیل چیست؟ دلیل چیست؟ من یک قصه را اشاره کردم، یادتان است؟ جوان نیپالی که در این اتاق مشرف به کلمه ایمان شد، یک سوالش این بود که دختر و بچه در اسلام با هم تفاوت دارن یا یکسان ان؟ من گفتم یکی است. گفت چطور؟ من گفتم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما در نزد خداوند پرهیزگارترین شماست، زن باشه یا مرد باشه، هر چی که باشه. مرد نگفته، زن نگفته، هر کسی که به خدا زیاد اطاعت کنه. گفت خیلی چرا دخترها به خانه هاست بچه ها بیرون میبراین وقتی که یک برابر است؟ چرا اینطور است؟ من در جواب گفتم که قرآن کریم به نام طب وقایی یا به اصطلاح و واجعه اتباع پرونتیو استراتژی، طب وقایی پیش از اینکه مریض بیمار شوه واکسین میکنن که بیمار نشوه. قرآن کریم در باب زنا پیش از اینکه مردم به مرض ایدز دچار شوند و به این مشکلات عالمگیر دچار شوند، رسول علیه السلام به قرآن کریم به رسول علیه السلام آمد گفت که به زنان اجازه نیست که در مجامعی که مردان زندگی میکنن بدون حجاب به اونا سرازیر شوند. چرا؟ زمینه زنا را باز میکنه و زنا 60 میلیون انسان یا 45 میلیون انسان در زندگیش را به مخاطره میاندازه. این جوانی با درک گفت بسیار اچھا بود، اچھا ہی ٹھیک ہے، بسیار گپی منطقی گفت، براستیش کی گپی منطقی. و امروز دنیای دشمن، جهان پیشرفته امروز شما تحقیق کنین، در تلاش اینن که دختران و بچه ها از مکتب ها و اسکول ها جدا شوند. چرا؟ در جریان لکچر درس هم بچه با دختر در عیش و میل خود اصلا تخصص و علم و دانش از بین رفت
بدین وسیله میخواهند که مکتبها از هم جدا شود. ولی مکتب نبی علیه السلام به زیر خاک کردن فرمان صریحی قرآن کریم و به زیر پای گذاشتن فرامین الهی است. العیاذ بالله. قرآن کریم در متن قرآن دو دلیل اساسی گفته به تفاوت زن و مرد. چند دلیل؟ گوش بگی. من که گفتم ممکن آیه 35 سوره نساء بوده باشد. دوستایی که سواد دارین تفاسیر فارسی را در اختیارتان قرار میدهم. سوره النساء آیه 35 و بالاتر امی طرف میره. دلیل چیست؟ بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا. ببینین انسان زمانی که آیت را تلاوت میکنه در عمق قرآن بنگره، در چقوری و در زیر لفظ قرآن یک اندیشه بسیار زیبا داشته باشه، مزه و ذائقه و لذت قرآن را بدانه که قرآن پس و پیشش چی میخواهد. زمانی که قرآن کریم میگه مردان بر زنان حاکمان اند، فوراً مستدل بیان میکنه، به منطق و دلیل بیان میکنه که چرا. میگه بما فضل الله بعضهم علی بعض، به سبب آنچه که خدا فضیلت داده بعض انسانها را بالای بعض، بناهن مردان را بالای زنان فضیلت داده هست. یک تشریح میکنم. دومش و بما انفقوا، به سبب آنچه که خرچ و باج به سری کی می آید؟ مرد می آید. نگه رسیدین؟ همین متصل آیت الرجال قوامون 2 سال قبل از اطلاعات جمعی و رسانه های همگانی ارتباطات جمعی من شنیدم، یک ملا صاحبی آیت را یک معنای بر ذوق خود کرد و میخواست که نور این آیت را به تاریکی و ظلمت تبدیل کنه و میخواست که آب در آسیاب دشمن بریزه و میخواست که به ترانس دشمن به ماشین ترانسش تیل بریزه که برقش چالان شوه، ولی قابل توجیه نیست. الرجال قوامون علی النساء قابل توجیه نیست و میخواست که یک معنا بکنه کمی از بین بره و تفاوت و ایره که از بین میبری و پشتش چی میکنی که بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا، به سبب آنچه که خدا فضیلت داده بعض انسانها را بالای بعض و به سبب آنچه که مردان خرچ و باج میکشند که اون البته ارتباط به زنان ندارد. یک گپ خود رسیدین. پس حالا ببینیم فضیلت انسان یک نوع فضیلت حقیقی هست، یک نوع فضیلت شرعی هست. خب متوجه شوین کسایی که خصوصا اهل دانش و خیرت دوستای محصلین هستین. یکی فضیلت حقیقی هست، حقیقتا امان فضیلت به یک انسان قائم هست، و یک فضیلت شرعی است که خدای متعال گفته که اینی انسان به او انسان برتر است. چرا؟ روی اینی دلایلی که اعمال صالحه از زیاد است و او دیگه بهتر است، ولی هر کسی توان داره که خدا به خدا نزدیک کنه. فضیلت حقیقی فقط به 2 چیز حصر میشه، علم و قدرت. چیز؟ علم و قدرت. انسان عالم و نیرومند بهتر است به انسان جاهل و غیر نیرومند. همینطور است یعنی؟ پس این فضیلت به نام فضیلت چیست؟ حقیقی. چرا؟ در عمق درون جسم ازی همین 2 فضیلت هست. یکی فضیلت گفتم حقیقی است، منحصر در چند چیز شد؟ علم، قدرت. بسیار دقیق. عقل و علم انسان ها در تاریخ بشر بلند بوده یا عقل زنان؟ مردها. ببینین عایشه صدیقه رضی الله عنها اونا را میمانیم، زنانی که در تاریخ اسلام جایگاه خاص خود دارن اون را میگذاریم، ولی با در همچو زمانی که عایشه بوده همچو اصحاب کرام هم کسایی بوده که از اونا که علم بالاتر داشت. هر کس در زمان خودش ببینین، هر کس در زمان خودش عقل زنان بالاتر بوده یا عقل مردان. ببینین اختراعاتی که امروز در دنیا هست، از تکنولوژی، از مثلا اکسیری، از لابراتوار، از کروز و از مثلا سفاین فضایی، اینمی اختراعات شما میدونین که چند درصد از این مرد کرده و چندش از زن؟ 99% مرد کرده. خب دقیق متوجه شوین. هر کس در زمانش اختراعات تکنولوژی که امروز در سفاین فضایی به فضا بلند میشن و برق یک سویچ میکنه دنیا را روشن میکنه، اینا را به نام ادیسن و فلانکی و بیمدانکی مردها اختراع کردن یا زنان؟
پس دانسته شد نظر به منطق قرآن کریم که بما فضل الله بعضهم علی بعض، به سبب آن عقل و استعدادی که بعضی زنان را بالای بعض، چه بعضی انسان ها را بالای بعض خدا چی داده؟ فضیلت داده که مردها بر زنها فضیلت دارن. یک گپ نرسیدین. یک جمله دیگه ما یاد کرده بودم یک جای، اگه یادتان باشه، یادم نیست که در زن در آینه دین شاید بوده باشه، اویی بود که بهترین مسلکی که زن باید در صفحات طراز اول انسان ها نوشته شود دخت و پخت است یا چیزی دیگر؟ دخت و پخت است. نه بهترین کاری که یک زن باید داشته باشه کمالش بر مردها ثابت شود دخت و پخت است. ولی در محافلی که شما میگیرین، در او گروم هایی که میآید، دخت و پختش از مردهاست یا از زنان؟ پرده ها را مردا میدوزه یا زنا؟ مردا میدوزنی. زنانه خودش یاد داره پیش مرد میره، خودش میره در پسکوته قدمدام میته. همتون نیست؟ گپ است نی؟ پیرانی خدا میکشه، امو با حیایش کتی بلوز، به حیایش بلوز کشیده، با او سعی میکنه اینجا درازش اینجا کوتاست. دما خیاط گفتی را، خیاطی که فعلا متقاعد است، امو گفت خدا خیر کنه دیگه، خیاطا از ما خفه نشون. یعنی خوب کار نداریم ما، خیاط مسلمانی متدین نمازخانه کار نداریم. امو خیاطی که به بلوز قدمدام میگیره، امو را گفتم. خب خلاصه امی که آخرین کمال زن دخت و پخت بوده. وقتی که آشپزی ضروری، میمانی عزیز میآید مردانه. وقتی که در بهترین یک لباس بودوزه یا پرده بودوزه مردانه. پس فهمیده شد که بما فضل الله بعضهم علی بعض، و آنچه که خدا فضیلت داده که علم یک مرد بر علم یک زن. اگر بگوییم که زنان ناقص عقل هستن خفه میشن. چی میگه؟ او استاد ثقافت یک زنانه میگه در دانشگاه یک شاگرد گفت که استاد امی پیغمبر ما گفته که زنانه ناقص عقل است، در می رابطه چی میگین؟ گفت که یارا پیغمبر قربان شوم که خوب گپ زدم، مگم تو شاگرد بسیار بیادب بودی، امور فراموشکار بگو. ببینین مازیش یک جمله میگم براتون، اینمی تعبیر امی سیاسری که گفته فراموشکار بگو، خودش همی بیانگر نقصان عقلش است. چرا؟ پادشاهی که مولانا ایرون قصه میکنه، خواب دید که دندانایش ریخته، ملا را طلب کرد تعبیر کو، گفت همه خیشای تو پیش تو میمره، ده کلی از این ملا که توی گپ میزنی دیگه شه بیاره. دیگه شه که آوردن، گفت که عمر پادشاه نسبت بر دیگران افزوده باشد. قبول کرد، بیچاره ناقص عقل بوده زناباری. اردوش یک گپ است، عمر پادشاه که افزوده شد کلگی پیش از این میمره دیگه. ولی بیچاره اگه نقصان عقل نباشه میگه فراموشکار بگو. فراموشکار بگم نگم ناقص عقل هستی. پیغمبر به منطق و دلیل گفته که ناقص عقل است. با یک جوان چی میگه؟ نه پیغمبر مذاق کرده. علیاذ جوان نه یک استاد پوهنتون، یک دانشمند. آخر ناگزیر آمد پیش ما گفتم بلی از خدا یک گپ دیگه نزن، این والا پیغمبر مذاق کرده. عجیب گپ است. قرآن کریم نقشه زندگی انسان هاست. هو الفصل ولیس بالهزل. قرآن فیصله کن و قانون فیصل است. مذاق و مذاق بازی در این شریعت دیده نمیشه. و اگر مذاق کدم را داره که نبی علیه السلام زنه که پیره گفت که پیرا در جنت نمیره، بسیار جگرخون شد، گفت مادر جان با جوان شده میری، 32 ساله شده میری، یعنی پیر در جنت به پیری خود نمیره. مذاق برا کده، این رقمی مذاق نکده. خب به هر صورت زنان ناقص عقلن. اگر ببینین هدفم در بما فضل الله بود، فضیلت حقیقی علم و دانش بوده نبوده. سرانجام علم و دانش مردان در ثبت تاریخ به مراحل یکی را بر 99 بر زنان بلند شد نشد. پس چطور میتونیم که بگوییم تساوی بین زن و مرد است؟ یک جالب است، کسایی که به طب عقیده دارن، کسایی که به دکتری عقیده دارن، اونمو مردم برشان میگیم که در طب یک نظام است، میگه انسان از چند طبیعت ساخته شده، به ما بگوین با آواز بلند؟ 4. ما به عربی میگم رطوبت و یبوست و مچم چرقمی، خشکی و تری و مچم چرقمی. شما چی میگن امرا بگوین؟ صفرا و زردکی گفته میگردن. اوه من بند موندم شما مد. رطوبت، یبوست، حرارت، برودت، سردی، گرمی، تری، خشکی. چند تا شد؟ 4. یعنی انسان میگه از همین 4 چیز ساخته شده. چی معنا؟ انسان از پدر و مادر به میان میآید، به دنیا میآید، پدر و مادر تغذیه میکنه و گیاه که در زمین میروید، او را آب بکار است، او را شمال بکار است، او را گرمی بکار است، او را خاک بکار است. همین طور است یا نه؟ همین گیاه از چند چیز ساخته شد؟
ایره فلسفه اونان عناصر اربعه میگن، 4 عنصر. و از امی 4 ما هم ساخته شدیم، نشدیم از تغذیه پدر و مادر. پس امی 4 طبیعت دما است. گاهی میگیم گرمیانه نخو، گاهی میگیم سردیانه نخو، گاهی میگیم در خشکی نگرد چی در طریق روماتیسم نشوی، گاهی میگیم در خشکی یک رقم دیگه. خلاصه این گپ خو فهمیدین؟ نظام طبابت میفرماید که انسان از 4 طبیعت ساخته شده که به نام گرمی و سردی و خشکی و تری هست. پس این طبیعت ها هر یکی بر دیگر غالب شود، نظام صحت بدن انسان از بین میره. هر زمانی که نرمال باشه انسان صحتمند است. بناهن با هر کدام خصوصیت خود داره. اگر نظام تری غالب شود بر بدن یک انسان، فراموشی به او عارض میگردد. در هر بدنی که نظام رطوبت غالب بوده باشد چی عارض میشه؟ خب در گپ خود رسیدین. زنانه کدام مزاجشان غالب است؟ رطوبت. کدام مزاج از این 4 بر زنانه غالب است؟ ماوار مردا داره؟ نفاس داره؟ مادرانی که حرف مرا میشنوند به وسیله های مختلف خفه نشوند. یک کسی در تیم واکسیناسیون آمد، یک مرد آمد گفت که ملا صاحب مردا را چرا واکسین نمیکنه، صاف دمی جان زناشل است. اینا کدام گپ داره؟ ما گفتم بابا جان هر وقتی که ماوار دیدی بابیا که تو را تیتانوس نگیره. هر وقتی که ماوار شدی بابی حال تو خورد هستی، به خاطر از این میشه که تیتانوس نگیره. از این خاطر تو نیستی ماوار نمیشی. خلاصه این مزاج رطوبت است که او رقمی کار میشه. پس خلاصش امی شد که مزاج رطوبت که غلبه کرد در منطق طب که در فهرست اول علوم دنیا قرار داره، امین نسیان و فراموشیش زیاد شد نشد. پس نسیان و فراموشی را دلت که ناقص عقل میگی، دلت فراموشکار میگی، 2 15 1 30 میشه و 1 30 2 15 میشه. عمر پادشاه نسبت بر دیگران افزوده باشد هم اموس و همه خیشای تو پیش تو میمره هم اموس. همی گپ است یعنی امو خودش نقصان عقلش هست، میگه ای تو نگو اینی تو بگو مرا. برو خاله جان خفه نشوی فراموشکار. در گپ خو رسیدین؟ طالبای بیچاره را میمان کده بود، زنکی بیوه شیربرنج کده طالبای مدرسه را گفتن خاله جان حمارگل هستی بسیار. حمار مرکب میگه حمارگل هستی بسیار خوب سیاسر بوده. گفت بچام حمارگل مادرای شما بوده که شما را باری اولادا به دنیا آورده. بیچاره علم نیست، نقصان عقلش نباشه مگه میزنه نافهمیده. خب خلاصه همی که هدف سر ازی شد که بما فضل الله بعضهم علی بعض، به سبب آنچه که خدا فضیلت داده بعضی را بر بعضی عبارت از چی بوده؟ علم. امام بخاری رحمت الله علیه یک کتاب داره 200,000 حدیثی صحیح را به سند یاد داشته. نشان بتین در تاریخ فعلی که 100 حدیث یک زن یاد داشته باشه، 1000 یاد داشته باشه داره؟ نداشته. ای تو مردها در تاریخ هست، در اولیاء در انبیاء الاخری نوبتش میآید. یک دوم در بخش قدرت، یک از صفات حقیقی علم شد. دومش چی بود؟ قدرت. کار شاقه بار وزنی را که مردان بلند میکنه زنا میتونه؟ یک نفری مجذوب است، امی تو فکرش کمک عصبی است. ما کتی از او یک مذاق مطایبه کردم، گفتم کتی همسرت یگان پهلوانی میکنی؟ گفت نه بابا پهلوانی کنی مگه او را 5000 دیگه نسخه بتید دکتر ببری، یک جای عیب پیش میشه. این هدف سر عزیز که در قوت در برداشت اعمال شاقه و چیزهای وزن برابر مرد زن کار کرده میتونه؟ نمیتونه. پس فهمیده شد که علم و قدرت دو چیزی هست که باعث فضیلت انسان مرد بر زنانه میشه. قرآن کریم گفت که بما فضل الله بعضهم علی بعض. پس به علم طب ثابت شد، به علم دین ثابت شد، به قرآن و حدیث ثابت شد. پس دنیایی که تساوی و برابری در بین زن و مرد میخواهند، شما میدانین که اونها چی میخواهند؟ اگر نمیدانین اسلام چی میخواهد و غرب چی میخواهد که یک نوار است، اون امور گوش بگیرین. خب هدف سر ازی شد، ای شد بخش های فضیلت حقیقیشان و فضیلت های حقیقی باعث میشه که در شریعت هم بر دیگر فضیلت قائل شویم. ببینین در تاریخ بشر قرآن کریم میفرماید و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. قبل از تو نبوده هیچ پیغمبر، ای نبی علیه السلام هیچ پیغمبر نفرستادیم مگر اینکه مردان بوده که به اونا وحی داده ایم. کی بوده؟
1,24,000 نبی که در احادیث آمده کسی زن به سراغ داره؟ نه. تفاوت نیست همی؟ تفاوت. حق مردان بر زنان هست، فضیلت مردان بر زنان هست. بله، ساره و مریم و هاجره را علامه ابن حجر گفته پیغمبر است، یک شخص است و جهان اسلام میفرماید که اون خطا شده. قرآن به صراحت میگه هیچ پیغمبری نفرستاده مگر که مرد بوده، دیگه چاره نیست. او الهام و وحی است. با اونا چه والا الهام است، الهام وحی نه. مثلا در دیگه جای قرآن کریم میگه که ما با زنبور اصل وحی کردیم. خیر او را چی میکنی؟ در قرآن میگه که شیاطین بعضش به بعضش وحی میکنه. او را چی میگی؟ با این معنا صحیح نمیشه. یعنی خلاصه نبی شدن یک شماره بگیم. فضیلتایی که شریعت به خاطر علم و قدرت یک انسان داده، نبی شدن و پیغمبر شدن، علمای برجسته شدن و رئیس دولت شدن، امام محراب و منبر شدن و اشتراک سهم فعال در جهاد و در جهاد مسلحانه علیه دشمن، اذان از طریق اسپیکرها، خطبه راندن جمعه، اعتکاف ششتن در مسجد، یعنی البته در خانه زنانه هم میتونم، مسجد میگم، شهادت در حدود و قصاص که سنگسار و قتل و قصاص است اینا، و حصه میراث که مرد 2 برابری زن میبره، و برداشت دیت قتل خطا. یک کسی قصدن خطااً قتل میکنه، دیت سر مردهای خیشاونده از امی سر زنش نمیایه. الغرم بالغنم، اموقه که مرد یگان جای امتیاز داره اموقه بوج هم سرش است. اموقه که زن یک بخشش کم است با دیگه بخشش آسانی است. یک کسی که کسی را میکشه خطااً دیت میایه که 100 شتر است یا 10,000 درهم مسابق، او در بالای مردای امو خیشاوندای از او سر زنانه نیست. چه کنین؟ ای توان سر از اوناست. قسامت، یک کسی در یک قشلاق نامعلوم کشته میشه، هیچ قاتلش معلوم نیست، 50 نفر مرد از او قشلاق انتخاب میشه، کل زیر قسم داده میشه که بگوین که نه کشتیم نه قاتلش میشناسیم، لیکن دمی 50 زنانه نباشه بلکه مردانه باشه. ببینین تفاوت است. و عین شکل ولایت نکاح، طلاق دادن، رجوع کردن و تمامی مسائل. و بچه به نام پدر یاد میشه، بچه ریزه گل نمیگیم، بچه عجب گل میگیم. این سعی کنین به نام مادر یاد نمیشه بلکه به نام کی یاد میشه؟ پس انتصاب و فضیلت مطلقاً حتی در قیامت زمانی که تو را صدا میشه که کتاب اعمال نامه تا بگی، به نام پدر صدا میشه یا به نام مادر؟ یک جزیه یادتان نباشه باشه که امی اولادی حضرت علی رضی الله عنه سادات که میگیم سیدها، اونمو را سید میگیم که از فاطمه زهرا بوده باشه. دیگه رسیدین؟ این هم اینجا فضیلت مادر که دخت نبی علیه السلام است. این را ما قبول داریم. در غیر ازی انتصاب و نسبت همه به طرف پدر میشه. سعی کنین فضیلت ها را. آیا این فضیلت ها به زنانه هست؟ نه خیر، فضیلت ها به زنانه نیست. پس فهمیده شد که تساوی حقوق زن و مرد نبوده. نگه خود رسیدینیم؟ پس بنان قرآن گفت که بما فضل الله بعضهم علی بعض. یک نکته ای که در متن قرآن فضیلت مرد بر زن ثابت شد چی بوده؟ علم بوده، قدرت بوده، که از علم و قدرت با فضیلت های شرعی ثابت شد که پیغمبر شدن و عالم شدن و امام شدن و مؤذن شدن و خطیب شدن الی آخره. این فضیلت ها به زنانه هست؟ نه. ببینین دنیایی که میخواهند تساوی زن و مرد باشد، اینمی آیت قرآنی کریم باید از قرآن ورداشته شود. و جوانها و مسلمانانی که خود را تکنوکرات و روشن فکر می نامند، در اثر توطئه های زهراگین دشمن متأثر شدن، به زیر تبلیغات از اونا رفتن و علی قرآن کریم توطئه ها برا می اندازن و توجیهات از بطن و شکم خود می کشن برای اینکه نور آفتاب یا نور دین را خاموش کرده باشن و آیات قرآن را از صحنه تعامل کشیده باشن. به یاد داشته باشن که آخر می برای بما فضل الله بعضهم علی بعض. کل ازی یکی شد. خب در متن قرآن عمیقه که فضیلت ها ذکر کردم کلش چی شد؟ یکی شد به نام فضیلتی که حقیقی بوده، علم و قدرت. از علم و قدرت اینقه چیزا برآمد، لیکن پشتش یکی دیگه هم است. و بما انفقو به سبب آنچه که مردان خرچ و باج میکشن. مهر زنان و دختران به مردا میدهن یا مردان به زنان؟ در دنیایی که زن به مرد میته کجاست؟
غیر از هندوستان دیگه کجاست؟ ها؟ خلاصه در جایی که زن به مرد میته، از این که در حماقت در کره زمین دیگه نیست، بیعقل هستن دیگه. خلاصه همی که در نظام اسلام عزیز مرد باید پیش پرداخت، مرد بپردازه نه زن. چرا؟ علم، قدرت، استکشاف، اختراع، کسب، کمال، پیداگری به حدی که مرد داره زن داره؟ ها؟ بعضی ها داره که شوهر از کلکنچه میبره در نظریچه، یک بیل گرفته تا بیگر 120 روپه میاره و 1900 میاره. خب به هر صورت او را میگذاریم. زنک که شوهرش دعوا کرد خیاط بود، گفت من زیاد پیدا میکنم، شوهر گفت من زیاد پیدا میکنم، گفت سعیس امروز شمار میکنیم. کمی بیل گرفته رفت صبح تا بیگاه 1 روپه کرایه ازی بوده. این جانمرگی که شانه را خوانده 19 روپه خیاطی کرده. وقتی که آوردن زنک گفت خی تو اول شمار کو، 1 2 حالا 19 با 1 روپیش انداخته. مردک چی میگه؟ هر چی کدی خو آخر به یکی ما 20 نشد. خلاصه همی که یعنی و بما انفقو، مهر سری کیست؟ سر شوهرها. و خوردن، نوشیدن، پوشیدن، خانه زیست، این 4 نظام مشقتبار تداوی در برخی صورتها مربوطی کیسی؟ مردا هستند. بناءً بما انفقو، وقتی که نفقم تو را میته، ماشم تو را میته، تنخوام تو را میته، من از شما پرسان میکنم در نظام بشریت کدام ریاست و تشکیل نظام که در دنیای امروز هست مأمور از آمیر اطاعت میکنه یا آمیر از مأمور؟ از شما پرسان میکنه. کسایی که کسی را ماش میته، ماش خور اطاعت میکنه یا ماش ده؟ اینا دنیای دشمن کسایی هستند که در فلسفه بشریت هم اعتماد ندارن، در فلسفه قرآن هم اعتماد ندارن، با هم هیچ چیز ندارن. حالی تو خود در دنیای بشر رئیس هستی، رئیس جمهور، وزیر دفاع، فرمان سری بلا از توست و ماش و تنخواه تو میتی، اطاعت مردم از تو میکنن. و این زنانه را که بیچاره شوهر نان بته، کالا بته، شوشتنی بته، خوردنی بته، خانه زیست و زندگیش عیار کنه، ولی باز هم شوهر از زن اطاعت کنه، وای من عاشق این ارد و زد. تلک ایذن قسمت ضیضا، این قسمت و تقسیم ظالمانه است. این قسمت ظالمانه است که تمام خرچ و بوج ای بکشه و اطاعت زنش از دیگه کس باشه. ډوډۍ زما خوری و تو زی سلاخان کی، نان از ما میخوری و تو از دیگه کس کنی. خو نادرست گپ است، گپ نمیرسین. یعنی نه به منطق حکومت خودشان تابعدار هستند، نه به قرآن کریم. خیلی شما مامورین هر وقتی که آمرین و رئیس جمهور از اشخاص عادی اطاعت کرد با دادن ماش و تنخواه و کالا و لباس و بود، ما میگیم که بله که مردا از زنا اطاعت کنه. هیچ وجه نداره، دلیل موجه ندارن، حماقتشان است. دلیل اصلیش میفهمین که چی است؟ از آیات قرآن یک چیز میبرای که ما در حلقه تفسیر گفته بودم، به یادتان باشه. هر کس که گناه زیاد کنه عقل ازی فاسد میشه. چی میشه؟ عقل که فاسد شد، این یک نشانه شمیست که انسان بین خوب و خراب فرق نمیتونه. بین خوب و خراب چی نمیتونه؟ پس دنیای امروز با داشتن گناه های متراکم و با خدشدار ساختن اذهانشان به عقیده ها و ایدئولوژی های بسیار خطرناک و پوچ و بی‌معنا چنان فاسد شده هست که فرق بین خوب و خراب اصلا نمیتونن. میگن والا این تو باید باشه، نمیفهمن که به سعادت بشر چی هست. بناهن ما به صراحت میگیم که و بما انفقو، دلیل دوم فضیلت مردان بالای زنان چی بوده؟ و بما انفقو، به سببی که اینا خرج میکنن و نفقه و باج میکشن. الغرم بالغنم، الغرم بالغنم یعنی چقدر که مشکلات میبرداری با راحت هم به تو بکار است. نی از این خاطر دوستان و یاران یادتان باشه، بسیار جالب است در شرایط فعلی، اما آیات قرآنی کریم سالیان سال مانده. ما خب مسلمانای تذکیره ایستیم، میآیت که لفظش میفهمیم که معنایش بفهمیم، در عمقش بریم و در برابر دشمن از این آیات دلیل بگیریم. اما تو راست یا نی؟ بس از خدا میخواهیم که ای الله علم دین به ما نصیب بگردان. بعدن که گفت که قرآن کریم میگه پاکی میزنه، باز میگه بعدن فالصالحات و قانتاتون، زنان صالحه فرمان بردارن. زنان را تقسیم میکن، یکی زنان صالحه هستن، یکی زنان فاسده. زنان صالحه از شوهرانشان اطاعت میکنن، یک. و دوم حافظات للغیب و بما حفظ الله، نگهدارنده هستن،
حفظ کننده هستند در حالت غیب. چی معنا؟ شوهر نباشه، وجودش را، جای مخصوصش را، مال شوهر را، خانه شوهر را، آنچه که در تصرفش است به طور درست حفظ میکنه، نگهداری میکنه. در مطلبی ما رسیدین یا فارسی بگم؟ دو چیز، یعنی دو چیز، یکش آموزه، یکش مال و دارایی شوهر چی میکنه؟ حفظ میکنه. ایتونه که او از دریچه برایه، ای از کلکنچه برایه. ایتونه که او آرده به خرید و قرضه بیاره، ای ده بقال بته که چوری و بد و بلا بخره. ایتو نمیکنه. اینی صفت زنانی هست که از شوهرها چی میکنن؟ اطاعت میکنن. قرآن کریم باز میگه واللاتی تخافون نشوزهن. اگر زنانی بد اخلاق باشه با چی چاره کنیم؟ زنانی نافرمان باشه چی چاره کنیم؟ که جنگ و زدن کردن، مرده که از کدام جایش گرفت، مچم بیادبی ماف از کلپوریش گرفت، کشا گریخت بیرون برآمد. بیرون سیاست داره چی میگه؟ او پدر لعنت، درای ما کلای ما بگیرم برایم. او بچه سیاست هم پیر شوه. آخرین منطقش این بوده، درای ما کلای ما بگیرم برایم. این مقه ای تو اگر شد چی تو کنیم که به اطاعتی میکنه. قرآن کریم مراحل اشاره میکنه فعیذوهن، وعظ کنین، نصیحت کنین، آیات و احادیث مربوط حقوق زن و شوهر بخوانین. او را کی بدانه که بخوانه؟ کلتک چوب دکش هست. کلتک چوب بهترین منطق است. با چی میگن یک چیز ساختن؟ تا نباشد چوبی تر فرمان نبرد گاو و خر. دی الله نبام زیر دندان بگی فعیذوهن، فعیذوهن. واز چی وقت میشه که آیت و قرآن و حدیث بفهمی؟ جزایم مردم است که از کلپورش تو داده بکشه از خانه. چرا؟ به خاطر از اینکه آیت و حدیث اگه او میفهمید حق زوره، یا پدر و مادری و عروس میفهمید حق زنانه و مردانه را میدانست، تعلیم دادن به کار از او تو نمیشد. تمام مشکلات عالم اسلام در اثر جدا شدن از دین رسول الله است یا نه؟ از سنت رسول الله است یا نه؟ از قرآنش است یا نه؟ بناهن قرآن میگه در مرحله اول وعظ کو، بسیار زیبا آیت حدیث، اینی چیز است، اینی چیز است. اگر بسیار سخت دل بود که نشد چی چاره کنیم؟ هر قدر که وعظ کردی که برو بابا با ما ای گپا نمیچله، ای گپای کونه و تاریخ تیر شده است. میگه وهجروهن فی المضاجع، با در بستره پشت تا دور بتی یا بستره تا جدا کو. نفهمیدین؟ ببینیم که آیا او به طلاق گرفتن راضی است یا ناراض. اگر ناراض بود تیزی کده میترسه، میگه او ای که امروز بستریش جدا کرد دیروز دیگه زن میگیره، تیزی کده میازاری میکنه، ریشای تماج میکنه. اگر داشتی، اگر نداشتی مچ مای کجایت بگیره. خب هر صورت هدف سر عزیز که اینا وقتی که پشت تا که جدا کردی این رقمی میشه. پشت این دوم مرحلهش است. بایی هم نشد چی چاره کنیم؟ بایی هم نشد پشت تا که تو جدا کردی و از اتاق هم برآمد، ایره با چی چاره کنیم؟ میگه با بعد از او وضربوهن، با بزنین. یک کافر گفته بود، میگه که یک آیت قرآن از اینترنت گرفتیم، گفته زنا را بزنین. وضربوهن، زنا را بزنین. یعنی هر جای گیر کردین بزنین. نه او رقم نیست، او تو نیست. این مراحل داره. اما چه رقم در دیگه جای در حدیث بیان میشه، ای تو زدن کنین که در جای زینتش نباشه و این که زدن زخم کننده نباشه. اما ما بغنده میگیم تاره که میریشن، امورا چی میگین شما؟ چلک سرچی است. که امو یک کسی زنی خود زد، گفتن که خیلی چیزی زدیم که اوگار شا، گفته اگه ای آدم آب باشه همی هم بحثش است. آدم آب که بود مقام بحث است، که نبود دیگه با کیتیشه و تورم که زدی میگن نه برو بابا تو دمن نمیشی. بعد از این قرآن کریم در 3 مرحله بیان کرده. با بعض فقهای تو میگن که کالای خوب وعده کو، تو بکو، زاری کو، معذرت کو، پیچای شماج کو، الله و الله. اگر نشد سرانجام با فضربوهن، بزنین در آخری. اگر بزدن نشد چی چاره میشه؟ با دیگه خورسیدین. بزدن که نرسید به خیر خوبی با اونم رقمیش منام نمیگیرم. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اگر بعد از اینکه توصیه ها را کردی اطاعت کرد، با کجروی نکو، با نجویی نکو دیگه. بگذارش که هم سیده زندگی کنین. رسول علیه السلام میفرماید زنها از قبرگاه های کج به وجود آمده اند. گرچه حدیث معنای خاص خودم داره، ولی شما راست نکنین، از کجیش استفاده کنین. راست نکنین، از کجیش استفاده کنین. اگر راست کردین میده میشه. میده شدن زن طلاق شدنش است. به گپ رسیدیم. هدف در کجا بود؟ فضیلت مردان بالای کی؟ فضیلت مردان بالای زنان ثابت شد. نظم، اداره، قمنده، امارت، حکومت،
همه چیز به اختیار مردانه بوده. پس تساوی بین زن و مرد ختم شد نشد. ببینین در او کسیتی که حق زن بالای مرد بود، یک جزی حدیث ماند مگه یادتان باشه، تقریر آخرین حج نبی علیه السلام که حجت الاسلام است، یک جزش امی بود که گفت زنان حق زدن ندارن که بزنین. باز گفت الا ایاتین بفاحشه مبینه، مگر اگه اینا بد اخلاق شدن. بد اخلاق به این معنا که زشت اطاعت نمیکنه از شوهرشان، با چی کار کنین؟ اینمی آیتی که من قبلا خواندم امیر تشریح میکنه. و یک حق دیگه هم مردانه داره. ما خب مراجع تقلید هستیم، به این معنا مردم نظام خود معاملات به ما میارن که این تو قضیه است. یک کسی آمد گفت ما که زن به این خاطر ناساز هستیم، زنی ما مکتب میخوان، تق 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 کیستیم، ما هم صنف زنی شماستم، خیرت من میخوام همی زن شما را ببینم. ما زنم ما میگم که همی بچه های که هم صنفت بود دیگه رقمی اجازه ندی که تق تق کنه بیاین که میبینم، اما دخترایش صحیح است. گفت نه بابا که ما زندگی میکنی نمیکنی، من تو را نمیگیرم دیگه، الایت میکنم. بینمی خاطر گپ در محکمه کشان، بعد از یک سال تفریق خود گرفت که تو هم صنفای مرا نمیمانی. دیگه هم رسیدین یعنی قرآن حدیث نبی علیه السلام میگه فلا یعطینا فرشکم من تکرهون، داخل عبور و مرور بدون اجازه رفت و آمد نکنن در خانه شما کسایی را که شما نمیخواهین. حق مرد بر زن چیست؟ میگه او زن هم صنفت بود دمو زمان عیف و میل کردین، خداحافظتان، فعلا اونا را من نمیخوام، غیرتی ما ایجاب نمیکنه. هم صنفت بچه ها بود، فعلا اجازه نیست که در خانه ما بیا. حق مسلم مرد هاست بر زنا که می کار بکنن. با حدیث ابن ماجه حدیث صفحه 134 جلد اول رسیدین. فارسی ریانی حق مردا بوده نبوده؟ آیا تساوی بین حق زن و مرد است؟ اگر شوهر هم صنفش در میمانخانه بیاید، زن حق من کردن داره؟ نداره. ببینین که مساوات نشد، مساوات نشد. دیگه چی میگن؟ ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرهون، اجازه هم ندیهن زنان در خانه هایتان کسی را که شما اجازه نمیتین، تا که بعد میبرین، اجازه ندارن، حق ندارن که اجازه بدهن. حتی ببینین نظام فقه ماست، زنان فاسده را زنت باید نبینه، از زن فاسده باید روی بگیره. چرا که صفت زنی تو را پیش فاسقین میکنه که این خوبش است، این تو دهن دماغ داره. هوش کده باشین در تاریخ که زن به جای خیش و قبیلیت میره، از چهره و صورت زن از او پرسان نکنین که چه رقم است. حضرت اشرف علی طحانوی رحمت الله علیه کدام جای نقل میکنه، میگه اگه امی مرد امی زنک که صفت یک زن کرد که بسیار خوبش است، در دل شوهر یدی یک گپ گشت با امی گناه در گردن کیست؟ امو زن است. هر وقتی که از زنی کسی قصه میکردن بگو بخشش باش، قصه مردانه پیش ما، زنانی کسی کار نداره. میدونین فارسی را؟ از این خاطر یک بخش حق مردانه بر زنانه ای بوده. آنانی که یار و دوست مردانه دارن در پوهنتون و مکتب، بعد از اینکه زنی کسی شدن و شوهرش نمیخواهد که تق تق بزنه که من هم صنف خود را میبینم، عید مبارکی، نوروز مبارکی و کون روز مبارکی آمده ام، حق مسلم مردان هست که این کار را بکنن. صحیح شده یا نشد؟ ولی زنان نمیتونن که بگه تو هم کتی هم نندوال خود. معاذ رضی الله تعالی عنہ از شام سوریه پس به مدینه منوره آمد، سجد للنبی صلی الله علیه وسلم. قال ما هذا یا معاذ؟ قال اتیت الشام فوافقتهم يسجدون لاساقفتهم وبطريقتهم فوددت في نفسي ان نفعل ذلك بك فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا تفعلوا الحديث. میگه معاذ ابن جبل رضی الله عنه زمانی که از سوریه آمد و نبی علیه السلام میخواست سجده کنه، نبی علیه السلام گفت این چی کاریست که تو میکنی؟ این سجده چی کاریست که تو میکنی؟ گفت ما در سوریه دیدیم مردم کفار اهل کتاب را به اساقفه و به طریقشان به علما و مشایخ و بزرگایشان سجده میکردن. اونا به علما و مشایخشان سجده میکردن. ما دوست داریم که ما به تو امی احترام کنیم، شما ذی حق هستین. نبی علیه السلام میفرماید که این کار را نکو، فلا تفعلوا، این سجده کردن به غیر خدا جایز نیست. بس خلاص نگب خورسیدیم. من دنباله نمیرم جای دیگری که جبگیری نشه و خودتان میفهمید. یعنی سجده کردن به غیر خدا چی بوده؟ ناروا. فإني لو كنت آمرا أحدا
ان یسجد لغیر الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. قسم به خداست اگر ما امر میکردم کسی را که به غیر خدا سجده کو، زن میگفتم که به شوهر خود سجده کو. سبحان الله. یعنی چون سجده به غیر الله جایز نیست بناهن نگفتم، ورنه حق مرد بالای زن اینقدر زیاد بوده که از نبی کدام بالا بوده. گفته که من نمیکردم این کار خود، زن میگفتم به شوهر سجده کو. در شورای ملی ایگه پا یک ملا کشید، قریب بود که دانش پاره کنه. من ندیدیم تلویزیون دارا گفت، من ندیدیم تلویزیون دارا گفت، شما هم شاید دیده باشه که یک ملا همی گپ زد که حدیث خواند پایان شو گفته، پایان شو گپای الهی را نزن. صحیح. بعد از آن نبی علیه السلام گفت والذی نفس محمد بیده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قطب لم تمنعه الحدیث. نبی علیه السلام گفت قسم به خدایی که ذات محمد به دست ازوست. نگه میرسین؟ قسم به خدایی که نفس محمد به دست ازوست، یک زن حق خدای خود قطعا ادا کرده نمیتونه تا زمانی که حق شوهر خود ادا نکنه. سبحان الله. یک زن حق خدای خود ادا نمیکنه تا کدام زمانه؟ تا زمانی که حق شوهر خود را ادا نکرده باش. بعدن گفت اگر مردانه مطالبه بیستری میکنه، ولو که زنانه سر تندور است، ولو که سر شتر بار شده، ولو که در موتر سوار شده، ولو که در کروزین بالا شده میره، مرد مطالبه میکنه نان بمانه بسوزه خیر است، موتر بمانه خب بیاید جواب مرد بدهد. این حدیث است نمی صفحه که قبلا اشاره کردم، ابن ماجه. نگه رسیدین یا نه؟ اینه چقدر مهم بوده حق مردان بالای زنان از دین نبی کریم صلی الله علیه و سلم. او طرف در او جمعه حق زنان را به چی اندازه براتان بیان کردم، اینجا حق مردان بیان شد. میخواهم که هر دو کسی را با هم داشته باشید، در فامیل ها گوش بگیرین و یک در نظام خانوادگیتان تطبیق کنین. انشالله تا جای را مطلب حل شد یا نشد؟ یعنی بود هدف ما در اینجا که نبی کریم صلی الله علیه و سلم دو نکته اساس گفت. اگر ما کسی را امر میکردیم که به غیر خدا سجده کنه، ما اول امر میکردیم زن که به شوهر سجده کنه، یک. دومش حق خدای خود ادا نکرده مگر زمانی که حق شوهر را ادا کنه. یک جمله یادتان باشه، شوهر تا جای حکومت کرده میتونه بالای زن که به قانون خدا برابر بوده باشه. اگر شوهر زن بگه برو مردگوی کو بیار دم پیسه بکنه، اگر بگه نماز نخوان بکنه، نه صرف نماز نفلی را نمیتونه که بگه نخوان، بیا که من کار دارم روزی نفلی. در فرضیات حق خدا بر حق شوهر پیش است. یعنی هدف میست که در نظام شریعت آنچه که شوهر میگه باید زن از او اطاعت کنه. حتی گفتم اگر نان در تندور میسوزم از ملکیت شوهر است، بگذار که بسوزه، خو خواهش داره. وعن عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الابواب شئت. رواه الحديث او كما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینین عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه می فرماید نبی علیه السلام گفت که زن اذا صلت خمسها، وقتی که 5 وقت نماز خدا خواند، و صامت شهرها، و رمضان خود روزه گرفت، و حفظت فرجها، و مجای مخصوص خود غیر از شوهر حفظ کرد، و اطاعت زوجها، و شوهر خود در باب دین اطاعت کرد، در روز قیامت برایش گفته می شود ادخلی الجنه من ای الابواب شئت، در جنت داخل شو از کدام دروازه که میخوایی. نمیرسین. این فضیلت، این حدیث برای چی خوندم؟ برای از که زمیمه فرایض خداوند اطاعت از شوهرم شد. زمیمه فرایض خداوند اطاعت از کی شد؟ یعنی ببینین شماره اذا صلت خمسها، وقتی که زنکه چیزی خدا خوند چند تاره، ولی حیض و نفاس استثناء کنین. اذا صلت خمسها و صامت شهرها، روزه گرفته یک ماه چی را باز عذرش استثناء کنین. و حفظت فرجها، و فرج خود چی کرده؟ حفاظت کرده. ببینین چند فرض شد. و اطاعت زوجها، اطاعتی کی را کرده؟
ببینین زمینه فرایض الهی شد. اینمی 4 کار که کرد چی میشه با؟ قیل ادخل الجنه من ایل ابواب شئت، داخل جنت شو از کدام دروازه میخوایی؟ ما فکر میکنم اگر گناهکار نشوم، اگر قشر زنان مرا تکدار جنت دروازه‌وان نام نکنن، نخواد که کدام دروازه به اینا باز باشه. بسیار مشکل است. کدام زن آدم انتحاری نکنه، فکر میکنم که به این دیگه باز نمیشه. چرا؟ ایدا سلت خمسه ها گم شد. نماز خو نیست. اگر از خورنگ ناخون و لبسیرین زده نمیشه. جنوب اسو مردک گفته بودن، یادتان است؟ گفت که تارت کده میزنن. بازو را که شوهرش گفتم تارت شمیده میکنه. خب به هر صورت آدم سر عزیز که نماز خو رفت و صامت شهرها، روزم خو بخیر، گئی ده عذر، گئی ده معذور، گئی ده مستی، گئی ده شرم، ده چرقمی، ده دیوانگی، ای هم رفت. و حفیظت فرجهام گم شد، و حفیظت فرجهام گم شد. خب قصه شرماور است نمی کنم، یعنی به حد نگران کن است که بیخی زیاد. اطاعت شوهر خو بیخی رفت، اطاعت شوهر بیخی رفت و هم رفت پشت کارش. بناهن از کدام دروازه داخل میشه خودتان قضاوت کنین. وقتی که 3 فرض الهی را اطاعت شوهر انجام داد، اونو وقت بابرش گفته میشه که ادخل الجنه من ایل ابواب شئت، داخل جنت شو که از کدام دروازه میخواهی. صحیح شد؟ اینال فیصله را به شما می سپارم، بین زن و مرد برابری بوده یا فرق داشته. لیکن یک گپ یادتان نروه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما در نزد خدا چیست؟ پرهیزگارترین شماست. اگر یک زن پرهیزگار بوده باشه، یک مرد دور از حاضرین فاسق بدعمل بوده باشه، کدامش پیش خدا پیش است؟ زن. بس گپ خلاص است. ظلم نیست. را کس ظلم گفته نمیتونه که مرد چرا حقش زیاد است و زن چرا حقش کم است. ای بود حقوق زن و مرد از منظر اسلام عزیز. حقوق زن و مرد از منظر اسلام عزیز. اگر حیات باقی بود، اگر زندگی باقی بود، در جمعه آینده، این معنیش که من زنده بودم، پیامد منفی شراب از منظر اسلام و طب دنیا، یعنی شراب لعین باید بفهمیم که از نظام طبابت و از نظام دین چقدر چی داره. با دوستای مکتب و پیداکوژی چی میگن؟ از شربت، از لذت شرب مدام ما دائم که شراب بنوشی دیگه بسیار زیباست. اونو گپا با ثابت میکنیم که چی میشه. دانستین؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین. خداوند متعال توفیق و هدایت نصیب همه مسلمانان، خصوصا حاضرین مجلس ما بگردانه. خداوند مرا شخصا توفیق عملی نصیب بگردانه، اولادای مرا، فامیلای ما را، منسوبین خیش و قبیله ما را، همسایه و همه دوست و یاری که از ما خواهان دعا ان مستقیم برای نبی علیه السلام و از بلیات زمینی و آسمانی مسون و محفوظ، خاتمهشان به ایمان و شفاعت نبی علیه السلام به نصیب نگردانه. یک برادر دعا خواستن که مصیبت زده هستیم، الله متعال مشکلات همه عالم اسلام را خصوصا از این شخصی خواسته که دعا خواسته مرفوع بگردانه و به مطالب اخروی و دنیایشان که مطابق شریعت بوده باشه واصل بگردانه. زنان خواهران مادران ما را از چادر بی عایشه بیرون نگردانه، به عفت و به آبرو نگردانه. ای الله آنچه که حق زن و مرد گفتیم توفیق عملی نصیب حاضرین مجلس ما بگردان. ای الله خواهران و مادرانی که به وسیله نوار آواز مرا میشنوند توفیق عملی نصیبشان بگردان، قرضدار از قرض رها بگردان، حاکمیت دینی نصیب ما بگردان. ربنا تقبل منا انک